یعنی میخوام بگم اندیشه اصلاحات اقتصادی در اونجا به صورت یک امر تحول انقلابی مطرح شد، گذار از نظام شوروی. در حالی که در کشور ما وقتی از میگیم اصلاحات شکست خورده باید دقت به خرج بدیم. منظور اصلاحات سیاسیه. اصلاحات اقتصادی که در ایران در زمان رفسنجانی کلید خورد، حتی تا همین امروز میتونه پرچم نه فقط اصلاح طلبان داخل نظام، بلکه حتی سلطنت طلبها و اون بخشی از آقازاده ها باشه که همراه با در واقع صاحبان سرمایه‌ای که از دوره قبل از انقلاب یا در آستانه انقلاب از کشور خارج شدن زبان مشترک و پرچم مشترکشون بشه. بنابراین چپ اگر بخواد ایده های خودش رو روشن کنه، غیر از حوزه سیاست که لازمه این امره، باید تبدیل بشه به منقد برنامه اقتصادی اصلاحات. این چیزیه که خلأ وجود داره. خب من روی این تاکید میکنم و با شعار نقد نئولیبرالیسم این کار هیچ وقت نه صورت گرفته نه میتونه صورت بگیره. اون قصه چیز دیگه است. یعنی مبارزه و در واقع روشن کردن، شفاف کردن با اینکه محدودیت‌های اصلاحات اقتصادی مطرح شده در چارچوب نظام چیه، یک لانگاژ، یک دیسکورس، یک گفتمان خاص خودش رو احتیاج داره. یکی از کارهایی که وظایفی که من در مقابل خودم گذاشتم فرم دادن به این دیسکورسه که این ربط مستقیم داره با جایگاه چپ. خب من اول از همه میخوام یک دو تا نکته خیلی چیز رو در همین مقدمه بگم، بعد از مقدمه وارد قسمت اول بحثم میشم. در این مقدمه میخوام بگم که مشکل اصلی اقتصاد ایران چیست؟ مشکل اصلی اقتصاد ایران رو اگر به زبان ایدئولوژیک اسلامی بخوایم بیان کنیم، فرم و صورت شیعش مطرح کنیم، امثاله. امثال چیه؟ نحوه اداری اموال عمومی است و این اموال عمومی شامل چه چیزایی است؟ اموال عمومی از طرفی شامل مالیه عمومیه، یعنی خزانه‌داری ملی که حالا ما در جمهوری اسلامی از اون به اصطلاح به عنوان بیت المال یاد می‌کنیم، و شامل چه چیز دیگری است؟ شامل نحوه اداره بانک مرکزی و رابطش با بیت المال. و در عین حال اموال عمومی شامل چیه؟ شامل نفت و دیگر منابع طبیعی که طبیعتاً به مسئله محیط زیست مستقیما مربوط میشه، اهم از آب، کوه، خاک، باد و غیره. خب چه چیزی در ایران باید تغییر بکنه؟ حرف اصلی من این بوده. اگر بگن آقا مهرداد در 2 جمله بگو غارتی که تو میگی غارت چیه؟ من میگم عزیزان من، غارتی که در ایران میشه غارت اموال عمومی است. public goods, public assets، این بخش غارت شده. خب و اون چه که ما به اصطلاح آلترناتیو ما هست باید چه باشه؟ شکل دادن به اموال عمومی است که از غارت خارج بشه. چپ شعارش چیه؟ من همین الان بهتون میگم در یک کلمه، نه دولتی نه خصوصی، کامنز، اموال عمومی و مشاع. بنابراین من پیام اصلی رو میدم و بعد اصلا اشتباه نشه، من هم به حضور بخش دولتی اعتقاد دارم هم به حضور بخش خصوصی اعتقاد دارم، ولی اگر بگن دیسکورس چپ، گفتمان چپ با چه مؤلفه‌ای مشخص میشه، اول حرفم تو مقدمه باید بذارم بعد استدلال بیارم براش. حرفم خیلی شفافه. امثالی که من میگم یعنی غارت و چپاول اموال عمومی. این اموال عمومی باید به شیوه مشاع اداره بشن. این شامل به اصطلاح نه تنها نحوه شکل دادن به چگونگی استفاده به منابع طبیعی و نفته، بلکه شامل چگونگی اداره سیستم مالی عمومیه که حالا من راجع به منطق کامنز بیشتر توضیح خواهم داد، مشاع توضیح خواهم داد. و این رو اگر بگیم، این یه امریه که امروز خاص ایران هم نیست، یک جنبش بین المللی کامنز ما داریم. یعنی اگر یکی از چیزهایی که با بی‌آبرویی نظام نو شوروی
اون شکل اداره شوروی در واقع آشکار شد که دولتی بود، واقعا نظام کلکتیو یا نظام مشاع بود که خیلی اومد وسط، که مبتنی بر همیاری و اداره جمعی و در این طبیعتا نهادهای مدنی خیلی نقش بازی میکنه. میخوام همین اول باز دوباره اصرار کنم و بگم که این تمام برنامه چپ نیست. ما هم به بخش خصوصی در ایران نیازمندیم بدون تردید و توضیح خواهم داد، و هم به بخش دولتی نیازمندیم بدون تردید. ولی اون چیزی که باید سهم ما باشه و ما رو ممیزه ما، صفت ممیزه ما باشه، عبارت از مدافع بودن، دفاع کردن از اداره مشاع اموال عمومی، خارج شدنش از حیطه تصرف امام ولایی و نهادهای وابسته به ولایی که این شامل بنیادهاست، شامل قرارگاه خاتم هست که البته من بین قرارگاه خاتم و بنیادهای تفاوتایی میذارم، اگرچه اینها متحدین همدیگه هستن. خب پس من پیغام و اصلی رو در این مقدمه دادم، حالا باید استدلال کنم. اولین استدلالی که میخوام بکنم عزیزان من، پرسش 5 و 6 رو میخوام بخونم. در این پرسش 5 و 6 که از جانب شما طرح شده، نکته‌ایه که به گمان من نادرسته و اگر این نکته نادرست تصحیح نشه دیسکورس چپ روشن نمیشه. شعار 5 شما این رو مطرح کردید، خیلی هم قاطعانه. به جرأت میتوان گفت که بیش از 80% اقتصاد ایران در اختیار دولت، به خصوص دو شاخه کلیدی صنعت در ایران، نفت و گاز و نهادهایی که به نوعی به حاکمیت وابسته اند مانند آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و غیره قرار دارد. با این کلان نهادهای اقتصادی و نقش بالای دولت در ساختار اقتصاد ایران چه باید کرد؟ آیا راه حل ملی کردن که در عمل همون دولتی کردن خواهد بود، نهادهای قدرتمند اقتصادی است، یا خصوصی کردن آنها و در نهایت سبک کردن نقش اقتصادی دولت، یا ترکیبی از آن؟ سوال شماره 16: با توجه به نظریه انفال که شما در مورد نوع مناسبات مالکیت تو پرانتز سرمایه‌داری علامت سوال در ایران مطرح کرده اید، آیا این نوع مناسبات در کاتگوری نظام سرمایه‌داری می گنجد و اگر آری از چه نوع؟ خب ببینید عزیزان من، در این دو سوال بدون تردیدی که اومده 80% اقتصاد ایران دولتی است، غلطه. توضیح میدم چرا غلطه. ببینید به نظر من خیلی مهمه که 3 نوع مداخله دولت از هم تفکیک بشه. یکی اون چیزی که موسومه به اقتصاد راه رشد غیر سرمایه‌داری یا نوع شوروی که پاری هم از جمله مکتب شالبتلهایم اون رو سرمایه‌داری دولتی نام. من با نامیدن اون به عنوان سرمایه‌داری دولتی مخالفم، ولی در اون دولت قادر به اصطلاح نهایی بود در تصمیم گیری ها و وزن بسیار سنگینی داشت. اقتصاد اتحاد شوروی واقعا اقتصاد دستوری است. من باید به تفصیل بعداً یه زمان دیگه در جای دیگه که خدمتتون عرض کردم بیشتر صحبت میکنم. این اقتصاد ادامه اقتصاد نوع جنگیه که در دوره صلح همچنان ادامه پیدا میکنه. سیستمش مبتنی بر کامند، دستور، نه مکانیسم قیمت ها. بوروکراسی و دولت در اختصاص منابع نقش اصلی رو داره و دستگاه بازار بالکل فرعیه، واقعا خیلی خیلی محدوده. دومین نوع چیزی است که من اسمشو میذارم سرمایه‌داری دولتی که در اون دولت لزوما در واقع نقش خاصی نداره برای منفعت گروه بوروکرات ها، ارتشی ها یا دیگر گروه ها، بلکه دولت در اونجا نقش کمیته اجرایی یا کمیته مشترک کل طبقه سرمایه‌دار رو ایفا میکنه. خب مثل فرض بفرمایید دولت دوره روزولت، یعنی این دولت هایی هستن که زیرساخت ها رو یا اون چیزهایی که به عنوان پشتوانی انباش در کل سرمایه‌داریه و هیچ قشر خصوصی سرمایه‌داری
به تنهایی قادر نیست اون رو انجام بده، اونها رو به عهده میگیرن و اونها چیکار میکنن؟ میان برای اینکه در واقع دولت میاد این کار رو به عهده میگیره که بتونه به کل طبقه سرمایه‌دار یاری بشه. البته حتی در این شکل سرمایه‌داری دولتی باز ما میبینیم این نیست که دولت فقط داره به همه بخش‌های بورژوازی کمک میکنه. پاره اوقات میزان این یا اون بخش بورژوازی بیشتر هست در دولت، متناسب با این یه خورده کاسه این میچربه بر کاسه اون قشر بورژوازی. سومین چیزی که ما داریم سرمایه‌داری سیاسیه. سرمایه‌داری سیاسی زمانی است که حتما باید بخش خصوصی وجود داشته باشه، ولی این در واقع کسانی هستند که در دولت هستند و ابزارهای قدرت سیاسی رو دارن که بیشترین امکان سوددهی رو دارن، سودبری رو دارن. یعنی سرمایه‌داری است که برای احراز سود، استحصال سود از مکانیزم‌های غیر بازاری که اینها اشکال مختلف داره، میتونه دولت باشه، میتونه حزب سیاسی باشه، میتونه شخصیت‌های سیاسی باشه، میتونه شخصیت‌های روحانی باشه و نظامی باشه، غیره، بهره مندن و یک جور بخش دولتی و خصوصی دست در دست هم میکنن، یک نوع ائتلافی دارن، زد و بندی دارن برای فربه کردن همین و همان. خب در ایران ما در زیر جمهوری اسلامی این نوع سوم وجود داره. حتی در دوره شاه هم سرمایه‌داری سیاسی وزن بسیار اصلی داشته، ولی سرمایه‌داری سیاسی یک زمانی میتونه بهتر مفصل بندی بشه با سرمایه‌داری بازار، یک زمانی مفصل بندیش خوب نیست، این دوتا در تعارض با هم قرار میگیرن و واقعا تبدیل میشه به مانعی برای رشد سرمایه‌داری بازار، لااقل در حوزه‌های این اختلاط، این تعارض سرمایه‌داری سیاسی و سرمایه‌داری بازار مسئله مهمیه، برای اینکه سرمایه‌داری سیاسی مکانیسم رقابت رو که یکی از اصلی ترین عوامل دینامیک سرمایه‌داری دچار مشکل میکنه و در این حال سرمایه‌داری سیاسی اگر که با مداخله قوی به اصطلاح منفعت طلبان در دستگاه دولت باشن میتونه امنیت سرمایه‌داری خصوصی رو هم زیر سوال ببره. خب بنابراین میخوام بگم که این سه شق رو باید از همدیگه جدا کرد. اولین نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که چرا در ایران اساسا ما با اقتصاد نوع شوروی، اقتصاد نوع دستوری به نحوی که اقتصاددان رسمی کشور ما مطرح میکنند روبرو نیستیم. این نکاته من وارد تشریح تفصیلی نمیشم، نه فرصتش هست الان و نه لزومش هست. به شما 2 تا 3 تا نمونه میارم که منظورم چیه. ببینید اقتصاد شوروی یا نوع شوروی رو، حالا میخواد اقتصاد مثلا موزامبیک باشه در دوره، یا مثلا اقتصاد عراق باشه، لیبی باشه در اون دوره‌های اوایلشون، یعنی راه رشد غیر سرمایه‌داری، یا اقتصاد معروف پلیت بیرویی که خود شوروی باشه. نگاه کنید این اقتصادها تورم نداشتن. یعنی مثلا شما نگاه بکنید در اتحاد شوروی تورم همیشه به قول معروف سرکوب شده است، جهش قیمت‌ها رخ نمیده، همون ارز و همون قصه و اینا هستش، اصلا قطع رابطه به اصطلاح بازار با این دستگاه اداری و قیمتگذاری دولت. خب اولین چیز به شدت پایین بودن نرخ تورمه. آقای میلتون فریدمن که یکی از اساسی ترین واضعین نظریه اقتصاد پولگراست و کسی است که با جان مینارد کینز به اصطلاح رد تئوری‌های او رو به شکل قوی سعی کرد انجام بده، او اقتصاد اتحاد شوروی رو نمونه اقتصاد کنترل مقداری پول میدونه و میگه آره این کنترل کرده تورم. خب اقتصاد ایران ما از سال 1356 55 به این طرف با تورم روبرویم، ولی در این سالهای دوره جمهوری اسلامی دو نرخی. خب و در این دوره آقای رفسنجانی رفت بالای 30%
و در دوره اخیر که بالای 40% هم رفت و بسیاری از اقتصادون در این سالهای قبل، نه این سال امسال، چون امسال یک کمی پایین‌تر از 2 سال پیش بوده، در ارقامی به مراتب بالاتر از 46-7% رسمی میدونستن، حتی از 50 خورده درصد صحبت میکرد. پس اولین چیزی که اقتصاددانای رسمی ما اصلا قدرت توضیحش رو ندارن اینه که عزیزان اگر اقتصاد دستوری تورم چی شده؟ پس چرا ایران اینقدر تورم زده است؟ دو، خروج سرمایه در اقتصاد نوع شوروی وجود نداره. یعنی اقتصادی است اساساً بسته، به انگلیسی اقتصاد نوع شوروی نو اکسیت اکانومی میگن، اقتصادی که راه خروج نداره، نه سرمایه خارج میشد نه آدم. حالا در مورد کشورهای راه رشد غیر سرمایه‌ای مقدار آدما میتونستن خارج بشن، ولی در اقتصاد نوع شوروی اصلا خروج از کشور معنی نداشت. در ایران خروج سرمایه متوسط سالیانش 10 تا 20 میلیارد دلاره و علاوه بر اون، من راجع به فرار مغزها و غیر مغزها کاری ندارم، میخوام اینو خدمتتون بگم. شما قادر نیستید بازارهای مالی ایران رو بدون وارد کردن بحث دبی و بدون وارد کردن رقم تبدیل ریال به دینار، دینار به دلار بفهمید. شما غیر ممکنه سیستم سیرکویت، اون دایره مدار مالی ایران رو بدون صرافی ها و ارز فروشی هایی که در آمریکای شمالی و در کشورهای خلیج هستن بفهمید. همون ارزی که از کشور خارج میشه به طرق دیگه وارد کشور میشه. من این رو به تفصیل تو کتاب فصل آخرش توضیح دادم که اقتصاد ایران چه نوع اقتصادی هست به عنوان اقتصاد فرار و چی هست پایه‌اش. بنابراین دومین ویژگی ممیزه اقتصاد ایران اینه که دیاسپورای ایرانی و اقتصاد داخل ایرانی با هم متصلن و این اتصال از طریق مدار سرمایه مالی داره صورت میگیره. خب نمیگم این اقتصاد درش بازه به سمت سرمایه گذاری خارجی، ولی میگم این اقتصاد ویژه‌ای از نوع اقتصادهای بسته است. اقتصادی هست که از یک طرف درش بازه نیمه و از یک طرف بسته است. اونچه که بازه گردش سرمایه مالیه. و سومین چیزی که من در واقع خدمتتون باید بگم در مورد به اصطلاح اقتصاد ایران اینه که ما در اقتصاد ایران از مدت‌های طولانی دارای بازاریم، ولی بازار اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگه سیاسی شده و به قول معروف انحصاری شده. انحصاری که ربط داره به دستگاه دولت و با هزار رشته مرئی و نامرئی وصل میشه به نهادهای ولایی، ولی در هم تنیده است ولایی و دولتی و خصوصیش. من برای اینکه حرفم روشن بکنم میگم آقا این دستگاه اقتصادی ایران که به عنوان بخش ولایی اصلا اینجوری نیست که شما بگید دولتیه. غلطه گفتن این که صرفا دولتیه. برای اینکه این دستگاه قرارگاه خاتم و قرباش، این دستگاه بنیاد مستضعفین نمیگرده بدون مثلا در مورد قرارگاه خاتم بدون 5000 شرکت پیمانکاری که بهش وصلن. به عبارت دیگر این دستگاه فقط سرش به بالا وصل نیست، به پایینم متصله و رشته های اتصالشون رشته هایی هست که به وسیله شرکت های ضربدری و شرکت های در واقع خصوصی وابسته به اصطلاح کنترات های دولتی. من حتی اضافه میکنم و این چیزی که بسیاری از همکاران من نمیبینن و نمیفهمنش و اون عبارت از اینه که بخش مهمی از ایجاد اشتغال در ایران اشتغال از نوع دولتیه ولی در بخش خصوصی و اینه که پیمانکاری رو توسعه داد. من میتونم به تفصیل راجع به این امر و تاثیراتش بر جنبش کارگری صحبت کنم. یه صحبتی اخیراً داشتم که در اون صحبت سعی کردم به یه جوانبی از این قصه به اصطلاح اشاره بکنم در مورد ویژگی های این شکل از سرمایه‌داری. حالا در واقع زیاد روش مکث نمی‌کنم، فقط میخوام اینو به خدمت شما عرض کنم. اقتصاد ایران بخش ولایی در چارچوب دولتی نمی‌گنجه.
باید اون رو به عنوان یک دستگاه بینابینی دولتی خصوصی و اولیگارشیک دید و این اولیگارشی خیلی خیلی مهمه، فوق‌العاده مهمه که ما اهمیت اولیگارش ها رو در اقتصاد ایران بدونیم. چرا؟ چون اولیگارش ها هم دولتی هن هم خصوصی، خصولتی هن واقعا. اگر کاملا دولتی بودن ما با یه وضع روبرو بودیم، اگر کاملا خصوصی بودن ما با یه وضع روبرو بودیم. نه در اینجا بازار حاکمه نه دولت، ولی اون جنس به اصطلاح ویژه‌ای که از تلفیق این دو ایجاد شده رو باید شناخت. من بی خود از اصطلاح سرمایه‌داری سیاسی استفاده نمی‌کنم، چون میخوام هشدار بدم به این که بله از مکانیزم‌های غیر بازاری استفاده میشه برای سودبری، برای انباش، ولی و این بنابراین با رقابت در تعارض خود مالکیت خصوصی رو براش محدودیت‌ها و شرط و شروط جدی میذاره. ولی در این حال فراموش نکنیم سودبری مکانیزم این اقتصاده، برنامه‌ریزی مکانیزم این اقتصاد نیست. فراموش نکنیم که این سودبری به شکل انحصاریش انجام میشه و در مقیاس کلان، و این سودبری الکی نیست، آقازاده ها رو ایجاد کرده. تفاوت‌های ثروتی که در ایران امروز انجام شده حتی از دوره شاهنشاهی بیشتره. اگر در 10 ساله اول این قصه کم شد، یعنی در 10 ساله اول میزان اندیس جینی در ایران کاسته شد ازش و میتونستید شما مقایسه بکنید با دوره شاه بگید عدالت شده، من از همین الان خدمتتون میگم گول این رو نباید خورد. اون دوره به اصطلاح همسدسازی علت اصلیش جنگ بود و انقلاب، ولی تا اونجایی که به انباشت سرمایه برگشته نه، تفاوت ایجاد کرده فاحش، به ویژه نه فقط تفاوت درآمدها بلکه دارایی‌ها. بنابراین تمام این مفاهیم دارای اهمیت زیادی هستند. بنابراین باید در پاسخ به صحبت شما عزیزانم بگم که به جرئت میتوان گفت که بیش از 80% اقتصاد ایران در اختیار دولت است. غلط است، این اشتباهه. اقتصاد ایران بخش عمده‌ایش در بخش ولاییه و حالا این تاثیرش چیه و چجوری این خصلت انتقالیه و چه خطراتی داره. ببینید قبلا در دوره شاه، از اونجایی که شاه خودش دربار نقش داشت، این درسته که نفت در وهله اول کلیدش دست شخص شاه بود. اصلا نحوهی که به اصطلاح شرکت ملی نفت اداره میشد و وزنی که شاه داشت، اون موقع وزارتخونه نبود، نشون میده که آقای اقبال فقط به شاه جواب میده، آقای اقبال به آقای هویدا جواب نمیداد و این دربار سهم شیر رو از چیزای نفت میبرد. این درآمدهایی که خاندان پهلوی هم در خارج و در ایران جمع آوری کردن تصادفی نبود. دربار در این حال در همه شرکت‌های اصلی سهام داشت، تمام این گروه‌های بزرگ، از جمله نبرد اهواز، از جمله خیامی و ولی نفت علل اصول متمرکز دست دولت زیر نظر کلید شاه بود. امروز نفت ما اینجوری نیست. بهره برداری نفت ما، من بارها گفتم، خودمانی سازی شده. 5 نهاد به صورت اولیگارشیک هم که دارن ادارش میکنن، از قرارگاه خاتم، بنیاد مستضعفین، ستاد هیئت‌های اجباری ما و همچنین آستان تولیت قدس رضوی بگیرید. من از کوچیک‌ها صرف نظر میکنم چون کمیته امداد امام هم داره سهم. خب و بعد دولت رسمی. خب ببینید این در واقع داره زمینه رو برای خصوصی شدن فراهم میکنه. این فردا اگر اصل 81 برداشته بشه، سرمایه گذاری خارجی بیاد، نفت ایران خیلی راحت میتونه بره سمت خصوصی بشه کامل. خب یه بلوکاژهای ایجاد شده که این انجام میشه، ولی همین الان هم نفت ایران دولتی ملی نیست، نفت ایران خودمانی شده. این یکی از ویژگی‌های انفاله. انفال خودش رو چجوری تعریف میکنه؟ اینجوری که مال همه مسلمین نیست، مال امامه و امام هم مالکشه هم نحوه مصرفش رو تعیین میکنه. این امر در مورد کوه البرز هم صادقه.
وقتی خاکش رو یا یکی از یالهاش رو میفروشن از همینه. این در مورد آبها هم صادقه. ملی کردن آب 1967 توسط رژیم شاهنشاهی انجام شد، ولی در اساس چی بود؟ در اساس این قصه بود که در واقع یکی وزارت کشاورزی، یکی وزارت نیرو اداره می‌کردند. خب به ارتش هم دوره شاه اجازه نداده شد که جنگل ها رو اداره کنه یا این منابع آبی رو طبیعی رو اداره کنه. دوره جمهوری اسلامی درست عکس اینه. چگونگی انتقال آب رو بخش عمده ایش سپاه و بنیادها دارن تعیین میکنن. بنابراین چه کوه، چه آب، چه دیگر منابع طبیعی ایران که کل اون محیط زیست ایرانه، چه نفت ایران، عزیزان من، دولتی نیست، خصوصی هم نیست، یک شیوه اولیگارشی که ادارشه که امثال نقش اصلی داشته. ببین اینی که من دارم میگم فقط یک تبیین عمومی نیست. ببین اگر شما این مفهومی که الان من گفتم، اگر 80% دولتی بود، اگر اولیگارشیک نبود، اگر یک اختلاطی بین بخش دولتی و خصوصی نبود، شما نمیتونید، اگر اینا رو که من الان گفتم وارد بحثتون نکنید، نمیتونید توضیح بدید چرا در ایران تورم ایجاد میشه و چرا تورم به صورت هر از چندگاه جهشی انجام میشه. یعنی شما نگاه میکنید ببینید که برای مدتی اقتصاد ایران به عنوان اقتصاد دستوری قیمتا حفظ میشه، بعد فاصله ایجاد میشه بین قیمت‌های دستوری و قیمت‌های بازار و قیمت‌های دستوری میشکنه، یه قیمت‌های جدید اعلام میشه. اگرچه 2 مرتبه بازار تعیین میکنه، دولت به رسمیت میشناسه، ولی علت این که دولت به رسمیت میشناسه شکاف عمیقی است که بین قیمت رسمی و قیمت بازاری ایجاد میشه. بنابراین یه قیمت بازاری واقعی در ایران شکل میگیره. اینجوری نیستش که میگن قیمت ارز با قیمت ارز آزاد این هست در بازار و ارز نیمایی چیز دیگه است، دارن بیخود میگن. یعنی اصلا در ایران است که بازار نیست، نه، بازار هست، ارز هست و این باعث میشه که این شکاف دینامیک مراحل مختلف انباشت رو تعریف میکنه. ولی اگر که اقتصاد ایران واقعا 80% دولتی بود این اتفاق نمیافتاد. دوم، اگر اقتصاد ایران اقتصاد اولیگارشی که من ازش یاد کردم، اختلاطی از دولت و خصوصی نبود، ما با این پدیده خروج هنگفته ارز از کشور روبرو نبودیم. خب اینا رو من دارم میگم به اینکه بگم یه سری از پدیده هایی رو که ما در اینجا داریم باید بتونیم توضیح بدیم، وگرنه این بحث در واقع ناروشنه. اتفاقا از این ناروشنی اقتصاددونای رسمی خوب استفاده میکنن برای اینکه بگم مشکل دولتی بودنه، تقصیر اصلی هم چپ بوده. خب من بارها گفتم که شما میخواد چیکار کنید؟ میخواد اقتصاد بازار ایجاد کنید دیگه، درسته؟ بسیار عالی، ما هم با شما میخوایم اقتصاد بازار ایجاد کنیم. آیا با حضور اموال میشه اصلا اقتصاد بازار رقابتی ایجاد کرد؟ جالبه براتون که بدونید هیچ کدوم از اقتصاددونای رسمی و متاسفانه بخش مهمی از اقتصاددونای دست چپی ما از اهمیت نوع جدید مالکیت در دوره جمهوری اسلامی که امثال باشه حرف نمیزنن. و اتفاقا این همون مشکلی بود که ما در مورد کشورهای بلوک شرق هم داشتیم. اولین چیزی که اصلاح طلبان در بلوک شرق میگفتن، میگن آقا اقتصاد آمرانه است، باید بازار رو جای دولت نشون در اداره و تخصیص منابع، و هیچکی نمیگه که آقا پایه این قصه تسلط شکل مالکیت دولتیه. این رو یعنیش کرنای وسط آورد و نشون داد که چرا اصلاحات بازاری عقیم میمونه اگر نوع مالکیت تغییر نکنه. خب در اقتصاد 3 حوزه خیلی مهمه. یکی این که شما در چارچوب سیاست اقتصادی اقدام کنید بدون اینکه مکانیسم تخصیص منابع رو تغییر بدید. مثلا فرض کنید در یک کشور بخواید بگید آقا ما اصل رو بر حل مشکل بیکاری میذاریم، نه تورم.
در اینجا نیازی نیست لزوما نحوه تخصیص منابع رو عوض کنید. سیاست اقتصادی که گزین کردید در سطح کلان خیلی چیزهای دیگر رو راحت میکنه. دوم اینی که بگید نه اقتصاد به اصلاحات احتیاج داره. مثلا الان ما دیگه خیلی زیاد از دستگاه دولت در تخصیص منابع داریم استفاده میکنیم. به اصطلاح اقتصاد ما زیاد دستوری شده، بوروکراتیک، دستوری، نوع فرماندهیه و کمتر از مکانیسم تخصیص منابع بر مبنای پول یا بازار داریم استفاده میکنیم. خب این مرحله دومه که برمیگرده به اصلاحات و میگن تغییر مکانیسم اقتصاد. در اتحاد شوروی وقتی برنامه اصلاحات شکل گرفت، یعنی در کشورهای بلوک شرق از جمله مجارستان و لهستان که سردمداران اصلاحات بودن، میگفتند آقا باید اقتصاد به دو بخش تقسیم بشه. در سطح بنگاه‌ها بازار اداره بکنه، در سطح کشوری سیاست‌گذاری‌های عمومی دولت تعیین کنه سهم سرمایه‌گذاری رو. و بعد دیدن این یه مشکلی داره و اون چیه؟ نکته سوم، نوع مالکیت. در ایران هم همینطوره. شما نمیتونید اقتصاد رقابتی سرمایه‌داری رو باز ایجاد کنید، یعنی سرمایه‌داری بازار رو ایجاد کنید یا رقابت بازار رو ایجاد کنید با حضور اموال. اموال با خودش هم دولت رو فاسد میکنه هم بازار رو. اموال بازار رو بازار سیاسی میکنه، دستگاه دولت رو هم بی‌اعتبار میکنه، هر جا خواستش جاش میشینه و قدرت عمل کرده دولت رو هم فشل میکنه. خب بنابراین من میخوام بگم که اون چیزی که اقتصاددانان رسمی ما اصلا بهش توضیح نمیدن اینه که آقای من اگر واقعا اینقدر اقتصاد ایران دولتیه، 80% دولتیه دیگه، اصلا چرا تورم ما داریم؟ مگه در اتحاد شوروی داشتیم؟ چرا نم سرمایه از کشور خارج میشه؟ چرا این جهش‌های قیمتی پرستچنگایی صورت میگیره که یه باره در این جهش‌ها از منطق بازار پیروی میشه بدونی که خود بازار رقابتی مستقر بشه؟ بنابراین من میخوام بگم که چیزی که در بحث‌های من به شدت مهمه اینه که اصلاحات کافی نیست. بسته اونچه که مهمه تغییر شکل مالکیت و این شکل مالکیت از اونجایی که امثاله مستقیما هم ارز ولایت فقیه، یعنی اون همون اصل امامته. امامت هم قدرت باید دست امام باشه، حاکمیت، هم مالکیت. خب این نکته دیگری بود که من میخواستم در بند اول بحثم برای شما اشاره کنم. بند دوی بحثم رو مطرح میکنم، بعد میذارم شما اگر در این بخشا صحبتی داشتید مطرح کنید و بریم جلو. از من پرسیده شده که چگونه باید اداره بشه. خب من نمیگم فقط خصوصی و دولتی. بحث من اینه که تمام اون چیزی که جزء این بنیادها هست طبیعتاً در یک قدرت جدید، یک تغییر سیاسی جدید، اول باید به وسیله دستگاه دولت و به ویژه نهادهای مدنی تحت کنترل حسابرسی قرار بگیره. یه بخشیش خصوصی باید بشه، یه بخشی ورشکسته است زیر نظر دولت از دستش خارج بشه، یه بخش دولتی میشه و یه بخش به صورت مشاع اداره میشه. حالا وارد جزئیات شدنش رو من در اینجا باز نمیشم، این رو هم میتونیم به بعد بزنیم چون همین الان